نروی دوستی تحت چنین عنوان در پایتخت کشور باری نخست مسابقه بین المللی اوید با صنعتی محاربه های آمیخته غیر کسبی برگزار گردید. در این چاره‌بینی دسته های تاجیکستان و ازبکستان اشتراک نمودند. مسابقه از 8 رقابت جالب عبارت بوده در فضای دوستی و همدیگر فهمی و با حضور زیادی مخلصان دایر شد. این مسابقه یکی از مرحله های مهمی آمادگی منتخب صنعتی محاربه های آمیخته غیر کسبی کشور با چمپیونات جهان به حساب می رود. گزارش همکارانمان موضوع ادامه می دهد. باری اول در تاریخ فعالیت فدراسیای صنعت محاربه‌های آمیخته غیرکسبی تاجیکستان مسابقه بین المللی اوید به این رشته ورزش تحت عنوان نیروی دوستی بین منتخب‌های تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. این مسابقه در مجمع ورزشی کمیته انداز برگزار شده. در آن ورزشگران بهترین تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اشتراک نمودند. دوران جورازاده رهبر فدراسیای صنعت محاربه‌های آمیخته تاجیکستان ضمن افتتاح این مسابقه بین المللی ابراز داشت که هدف ما مستحکم نمودن رابطه دوستی جوانان تاجیکستان و ازبکستان، صیقل دادن مهارت و استعداد ورزشگران و همزمان بلند برداشتن تجربه و آمادگی بیشتر برای اشتراک در چمپیونات آسیا و چمپیونات‌های جهان و دیگر مسابقه‌های بین المللی میباشد. مورد به ذکر است که این اولین مسابقه بین المللی دوستانه بین منتخب‌های تاجیکستان و ازبکستان میباشد و نقشه داریم که این مسابقه را عنعنوی نموده پیوسته برگزار نماییم. در این اید ورزش خوشبختانه دسته منتخب جمهوری تاجیکستان غالب شد و 7-1 ما بچه‌ها برد کردند. من فکر میکنم که یک این خوب آزمایی بین دستای منتخب بین رقم‌های 1 یا 2 دسته‌های منتخب این یک امکانیت میدهد که ورزشگران خود را سنجند و آمادگی خود را با مسابقه‌های بین المللی از جمله چمپیونات آسیا یا جهان خوبتر بینند. ماه ایون ما نیت داریم با دسته منتخب جمهوری قرقیزستان یک هم مانند هم شبیه مسابقه گذاریم مانند شام دوستی و شاید دیرتر سال جاری با دسته منتخب جمهوری ازبکستان در جمهوری ازبکستان و البته این امکانیت ها با ما یک با مربیان دسته منتخب ما امکانیت میدهد که بچهای نو با نو رو حتی رقم‌های 3 و 4 رو سنجند. در مسابقه بین المللی نیروی دوستی میان تیم‌های صنعت محاربه‌های آمیخته تاجیکستان و ازبکستان کشور ما را اصل‌الدین رجبزاده، فرهاد دولتعلی، اسماعیل سعیدов، عادلجان ستارов، عبدالرحمن قربانعلیев، ظاهر ولیев، مصطفی علیبекov و ولیجان مرادov نمایندگی کردند. از 8 محاربه دوستانه 7 به فایده تیم صنعت محاربه‌های آمیخته غیرکسبی تاجیکستان به انجام رسید. امروز ما مستر کلاس نشان دادیم در تمام دنیا که اوربین تاجیکستان در تمام دنیا دیگر نموده است. ما یک نویگری دیگر خودم را خوش کردنی هستم. لوبیتس که MMA تاجیکستان را تمام جهان بداند و ما شکر میکنیم که چون این دولت آرام داریم. مسابقه بین المللی نیروی دوستانه یکی از اقدام‌های خوبی فدراسیای صنعت محاربه‌های آمیخته تاجیکستان در سمت آمادگی بهتر ورزشگران و سنجیدن مهارت و استعداد هر یک هیئت منتخب میباشد که چنین مسابقه‌ها امکان می‌دهند تا ستاد مربیان بهترین‌ها را انتخاب نموده برای اشتراک در چمپیونات جهان سفر برنمایند. Эти турниры дают квалификацию спортсменам, обмен между опытом между спортсменами, также дружеские отношения, мехорокобат, как сказать, очень близкие дружеские отношения между спортсменами, чтобы в дальнейшем они развивались и поднимали свою карьеру. با عقیده مسئولین مسابقه بین المللی نیروی دوستانه سلسله‌ای بوده میتوانند با تیم‌های منتخب کشورهای گوناگون از جمله قرقیزستان ادامه یابد. همزمان چنین یک مسابقه بین المللی نیروی دوستی بین منتخب‌های تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند نیز به نقشه گرفته شده است.
чапи рақиб бештар зарба мезанад. 3 4 5 6 силсила зарба ва бо ҳамин тамом Мустафо Алибеков тавонист дар ин дидор пирӯз бигардад ва ҷолиб бо шукӯҳ ба поён мерасад. Худро гирифтан аллакай тақдим намудан ба варзишгарон.